سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این آن کتاب است که در آن هیچ شبهه نیست، یعنی همان کتابی که خدای تعالی فرستادن آن را در کتاب‌های دیگرش وعده داده بود، راهنما برای پرهیزگاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنهایی که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم نفقه می کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه به سوی تو فرود آورده شد و به آنچه پیش از تو فرود آورده شد ایمان می آورند و آنها به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آنها از جانب پروردگار خود بر هدایتند و آنها رستگارانند. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هر آینه بر آنهایی که کافر شدند برابر است. آنها را خواه بترسانی خواه نترسانی ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاد و بر چشمهایشان پرده هست و برای آنها عذاب بزرگ در پیش است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز بازپسین ایمان آوردیم ولی آنها مؤمن نیستند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خدا و کسانی را که ایمان آوردند فریب میدهند و به حقیقت جز خودشان کسی را فریب نمیدهند و آگاه نمیشوند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری یعنی سستی ایمان است، پس خدا بیماری را بر آنها افزون داد و به سبب آن که دروغ می گفتند برای آنها عذاب درد دهنده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و چون به آنها گفته شود در زمین تباهکاری نکنید گویند جز این نیست که ما خود اصلاحگرانیم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باش که به حقیقت تباهکاران آنهایند ولیکن خود خبر ندارند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
و چون به آنها گفته شود ایمان آورید چون مردمی که ایمان آوردند گویند آیا ایمان آوریم چنان که بخیردان ایمان آوردند؟ آگاه باش به حقیقت بخیردان آنهایند ولیکن خود نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و وقتی که با اهل ایمان ملاقات میکنند گویند ایمان آورده ایم و چون با شیطانهای خود یعنی پیشوایان خود تنها شوند گویند همانا ما با شماییم. جز این نیست که ما آنها را تمسخر میکنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خدا به آنها تمسخر میکند و به آنها در گمراهیشان مهلت میدهد تا سرگردان شوند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنها آن کسانند که به عوض هدایت گمراهی را خریدند پس تجارتشان سود نبخشید و آنها راهیاب نشدند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل آنها مانند مثل کسانی است که آتش افروختند پس چون آتش اطرافشان را روشن کرد خدا نور این گروه را دور ساخت و آنها را در تاریکی ها بگذاشت هیچ نمی بینند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کورانند گونگانند کرانند پس آنها باز نمی گردند. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثل آنها مانند اصحاب بارانی بزرگی از آسمان آمده است که در وی تاریکی ها و رعد و برق باشد. آنها به سبب آوازهای پرهول از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود در می آرند و خدا فراگیرنده کافران است. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمایشان را برباید. هرگاه برق به آنها روشنی دهد در آن روشنی راه روند و چون راه را بر آنها تاریک کند بیستند و اگر خدا میخواست هر آینه شنوایی و دیده های آنها را می برد. به درستی که خدا بر همه چیز توانا است. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم پروردگار خویش را بپرستید تا پرهیزگار باشید آن که شما و کسانی پیش از شما را آفرید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آن که زمین را برای شما فرش ساخت و آسمان را سقف و از آسمان آب فرود آورد، پس به سبب وی میوه های گوناگون را بیرون آورد، روزی برای شما. پس دیده و دانسته برای خدا همتایانه نگیرید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر از آنچه بر بنده خود فرود آوردیم، یعنی قرآن، در شبهه هستید و اگر راستگو هستید، پس سوره به مانند آن بیارید و بجز خدا مددگاران خود را بخوانید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. پس اگر این کار را نکردید و البته نتوانید کرد، پس از آن آتش حذر کنید که آتش افروزی وی مردم و سنگ ها باشند، برای کافران آماده کرده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و به آن کسان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مژده ده که برای آنها بوستان‌هایی است که زیر آن جایها می روند، هرگاه از آنجا از میوه‌های گوناگون روزی داده شوند، گویند این همان است که پیش از آن داده شده بودیم و به آنها آن روزی مانندی یکدیگر آورده شود، یعنی به سبب گم شدن یگان چیزی دوست داشته خود هرگز آزرده خاطر نمی شوند و آنان را در آنجا زنانی پاک کرده شده است و آنها در آنجا جاویدانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. همانا خدا از آن شرم ندارد که به پشه و بالاتر از آن مثل بزند، اما آنهایی که ایمان آوردند میدانند که این مثل راست و از پروردگارشان است و اما آنهایی که کافرند میگویند خدا با آن مثل چی چیز خواسته است؟ خدا به سبب وی بسیاری را گمراه میکند و به سبب وی بسیاری را هدایت میکند و به وی بجز بدکاران کسی را گمراه نمی کند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خدا را بعد بستن آن می شکنند
و آنچه را که خدا پیوستنش را فرموده است میبرند و در زمین تباهی میکنند. همانا آنها زیانکارانند. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه به خدا کافر می شود و حال آن که بیجان بودید، پس شما را زنده گردانید، بعد از آن شما را بمیراند، باز شما را زنده گرداند، باز به سوی وی گردانیده می شود. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. او آن خدای است که هرچی در زمین است همه را برای شما بیافرید. سپس به سوی آسمان متوجه شد، پس آن 7 آسمان را راست کرد، یعنی قصد آفرینش آسمان کرد و او به هر چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و یاد کن چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من جانشین در زمین می آفرینم. گفتند آیا در آنجا کسی را می آفرینی که در وی تباهی کند و خون بریزد؟ حال آن که ما با هم تو را به پاکی یاد می کنیم و تو را مقدس می داریم. فرمود همانا من آنچی را می دانم که شما نمی دانید. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خدا تمام نامهای مخلوقان را به آدم بیاموخت، سپس آن چیزها را بر فرشتگان پیش آورد. پس گفت اگر راستگو هستید از نامهای این چیزها مرا خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گفتند پاکی تو راست، ما را هیچ دانش نیست مگر آنچه تو به ما آموختی و درستی که تو دانایی با حکمتی. قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمود ای آدم فرشتگان را از نامهای اینها خبر ده. پس چون آنها را از نامهای اینها خبر داد فرمود آیا به شما نگفته بودم که همانا من چیزهای نهانی آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که پوشیده میداشتید میدانم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. و چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید،
پس سجده کردند مگر ابلیس که قبول نکرد و سرکشی نمود و از کافران گشت. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت بمان و از بهشت هر جا که خواهد فراوان بخورید و با این درخت نزدیک مشوید که از گناهگاران خواهد شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان هر دو را از آنجا بلغزانید و آنها را از آن نعمتها که در آن بودند بیرون آورد و فرمودیم فرود آید بر زمین، بعضی شما برای بعضی دیگر دشمن باشد و برای شما در زمین تا مدت آرامگاه و بهره‌مندی هست. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. پس آدم از پروردگار خود سخن چند فرا گرفت. پس خدا با مهربانی بر وی بازگشت، همانا بازگردنده مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمودیم همه شما از اینجا فرود آید. اگر از من هدایت به شما بیاید پس کسانی که هدایت مرا پیروی کنند بر آنها هیچ ترس نیست و آنها اندوه نخورند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که نگرویدند و آیاتهای ما را دروغ داشتند آنها باشندگان دوزخند، آنها در آنجا جاویدانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. ای بنی اسرائیل آن نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم یاد کنید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه فرود آوردم که در تصدیق آنچه با شماست ایمان آرید و نخستین منکری آن مباشد و به عوض آیاتهای من بهای اندک را مستانید و از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. راست را با ناراست آمیخته مکنید و راست را دانسته پنهان مدارید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با نماز گزارندگان نماز گزارید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری می فرماید
و خیشتن را فراموش میکنید و حال آن که شما کتاب را میخوانید آیا با عقل در نمیابید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و باشکیبایی و نماز مدد طلبید. به درستی که نماز دشوار است مگر بر فروتنانه. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. که میدانند آنها با پروردگار خویش ملاقات خواهند کرد و به سوی وی باز خواهند گشت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، آن نعمتی مرا که بر شما ارزانی داشتم و آن را که شما را بر همه عالمیان فضل دادم یاد کنید. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روز برحذر باشد که کسی از کسی چیزی را کفایت نکند و از کسی شفاعت پذیرفته نشود و از هیچ کس عوض گرفته نشود و آنها یاری داده نشوند. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و یاد کنید آن وقت که شما را از کسان فرعون رهانیدیم و شما سخت‌ترین عذاب می رسانیدند. پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند، یعنی برای کنیزی، و در این کار از پروردگار شما آزمایش بزرگ بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آن وقت که برای شما دریا را شکافتیم پس شما را نجات دادیم و کسان فرعون را غرق ساختیم، حال آن که شما می دیدید. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و آن وقت که با موسی 40 شب وعده نهادیم پس از رفتن موسی گوساله را به خدایی فرا گرفتید و شما ستمگر بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پس بعد از این از شما درگذشتیم تا بود که سپاسداری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و آن وقت که به موسی کتاب و حجت دادیم تا بود که راه یابید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. و آن وقت که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، به درستی که شما با فرا گرفتن گوساله بر خویشتن ستم کردید، پس به سوی آفریدگار خود بزایید و خویشتن را بکشید. این کار نزد
آفریدگارتان برای شما بهتر است. پس خدا بر شما با مهربانی بازگشت، همانا او بازگردنده مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. و آن وقت که گفتید ای موسی هرگز تو را باور نداریم تا آن که خدا را آشکارا ببینیم. پس عذاب هلاکتبار شما را گرفت و شما می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. باز پس از مردنتان شما را زنده گردانیدیم تا شکرگزاری کنید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من یعنی ترنگوبین و یا خورشکر و سلوا یعنی بدانه فرو آوردیم. گفتیم از پاکیزه های آنچه به شما روزی دادیم بخورید و آنها بر ما ستم نکردند ولیکن بر خودشان ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و آن وقت که گفتیم به این ده درآیید و هر جا از آنچه خوردنی گوارا خواهید به افزونی بخورید و سجده کنان به دروازه درآیید و بگویید حطتون یعنی معنایش سؤال ما آمرزش است تا گناهانتان را به شما بیامرزیم و نیکوکاران را زیاده خواهیم داد. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پس کسانی که ستمگر بودند سخن را به غیر آنچه آنها را فرموده شد بدل کردند، یعنی به جای آمرزش هینتتون گندم گفتند. پس بر آن ستمگران به سبب بدکار بودنشان عذاب از آسمان فرو آوردیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و آن وقت که موسی برای قوم خود آب خواست پس گفتیم با عصای خود سنگ را بزن. پس از سنگ 12 چشمه روان شد. هر قوم آبخورد خود را بدانست. گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در زمین به تباهکاری از حد مگذرید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و آن وقت که گفتید ای موسی هرگز بر یک طعام شکیبایی نکنیم، پس از پروردگارت برای ما بخواه تا بهر ما از آنچه زمین می رویاند بیرون آرد، از ترعش و بادرینگش و گندمش و نسکش و پیازش. موسی گفت آیا آنچه را که فروتر است با آنچه که بهتر است بدل می کنید؟ به شهر فرود آید، پس هر آینه شما را آنچه خواستید باشد. و خواری و بینوایی بر آنها زده شد و خشم خدای را آوردند. این به سبب آن است که آیاتهای خدا را باور نداشتند و پیغمبران را به ناحق می‌کشتند. این به سبب گناه کردن آنها است و آن که از حد در می‌گذشتند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و به درستی که به ایمان آوردگان و یهود شدگان و ترسایان و سابیان که به خدا و به روز بازپسین ایمان آوردند و کاری شایسته کردند، برایشان نزد پروردگارشان مزد است و بر آنها ترس نبود و آنها اندوهگین نشوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و آن وقت که پیمان شما را گرفتیم و طور را بالای شما برداشتیم، گفتیم آنچه را که به شما دادیم به استواری بگیرید و آنچه در آن است در یاد دارید تا بود که پناه باشد. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. باز بعد از این رو گردانیدید، پس اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود، همانا از زیانکاران می شدید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و به درستی از خود شما کسانی را می دانستید که در شنبه از حد درگذشتند، یعنی شکار کردند و روز شنبه شکار کردند در دین بنی اسرائیل حرام بود. پس به آنها گفتیم بزینه‌های خار شده باشد. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پس این کار را برای قومی که در آن زمان بودند و آن قومی که پس از آنها آیند عبرت ساختیم و برای پرهیزگاران پنده. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. و آن وقت که موسی به قومش گفت همانا خدا به شما می‌فرماید که گاوی را بکشید. گفتند آیا ما را به مسخره میگیری؟ گفت به خدا از آن که از نادانان باشم پناه میگیرم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
گفتند از پروردگارت برای ما سؤال کن تا به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت همانا خدا می فرماید که وی گاو نه پیر و نه جوان میانه است در میان این و آن. پس آنچه فرموده شدید بکنید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند از پروردگارت برای ما سؤال کن تا به ما بیان کند که رنگ آن گاو چیست. گفت همانا خدا می فرماید که وی گاو زرد است، رنگش نیک زرد است. آن گاو بینندگان را خوشنود می کند. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت برای ما سؤال کن تا به مایان بیان کند که آن گاو چی کاره است. براستی که برای ما گاوان مشابه شدند و هر آینه اگر خدا خواسته باشد راه یافتگانیم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت همانا خدا می فرماید که وی گاوی مهنتکش نیست که زمین را بیراند و زراعت را آب ندهد. سلامت است، در وی هیچ خاله نیست. گفتند الحال سخنی درست آوردی. پس گاو را ذبح کردند و نزدیک بود که این کار را نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و یاد کنید آن وقت را که شخصی را کشتید پس در وی نزاع کردید و خدا چیزی را که پنهان میکردید آشکار کننده است. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس فرمودیم آن کشته را با عضو از گاو بزنید. شرح شخصی را از بنی اسرائیل کشته یافتند و کشنده آن معلوم نبود. خدای تعالی حکم فرمود که گاو را بکشند و با عضو از آن گاو کشته شده را بزنند تا زنده شود و از قاتلان خود خبر دهد. القصه گاو را به مبلغ کلان خریدند و به عضو از گاو بزدند. کشته شده زنده شد و پسران عمک خود را نام برد و او را آنها کشتند. پس قاتلان را به قصاص رسانیدند و از آن وقت باز قاتل را از میراث محروم ساختند. خدا مردگان را این طور زنده می کند و به شما نشانه های خود را می نمایاند تا بود که به عقل دریابید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. باز بعد از آن دلهای شما سخت شد و آن دلها مانند سنگ است، بلکه در سختی از آنها هم زیادتر، زیرا به درستی از بعض سنگ‌ها جوی روان می شود و از برخی سنگ‌ها می شکافد و از وی آب بیرون می آید و پاره از سنگ‌ها از ترس خدا فرو می افتد و خدا از آنچه می کند بخبر نیست.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مؤمنان، آیا امید می‌دارید که یهودیان شما را باور دارند و حال آن که گروهی از آنها کلام خدا را میشنیدند، پس بعد از آن که آن را فهمیده بودند دانسته بدل میکردنش. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. پس چون با مؤمنان ملاقات کنند گویند ایمان آوردیم و چون بعضی آنها با بعضی تنها شوند گویند آیا آنها را با آنچه خدا بر شما گشاده است خبر می دهید تا با آن دلیل نزد پروردگارتان با شما مناظره کنند؟ آیا با عقل در نمی یابید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا نمی‌دانند که خدا آنچه را که پنهان می‌کنند و آنچه را که آشکار می‌نمایند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. بعضی از آنها بیسوادانند، کتاب را جز آرزوهای باطل نمی‌دانند و به جز گمان کننده دیگری نیستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر آن کسان که کتاب را به دستهای خود می نویسند سپس می گویند این از نزد خدا است تا به عوض وی بهای اندک را بستانند. پس وای بر آنها به سبب نوشتن دستهایشان و وای بر آنها از آن چیزی که کسب میکردند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند آتش دوزخ بجز چند روزی شمرده شده به ما نمی رسد. بگو آیا از پیش خدا پیمان گرفتید تا خدا به پیمانش هرگز خلاف نکند یا این که بر خدا آنچه را میگوید که خود نمیدانید؟ بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آره، کسی که کاری بد کند و گناهش او را به احاطه گیرد پس چنین کسان اهل دوزخند، آنها در آنجا جاویدانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پس آنان باشندگان بهشتند، آنها در آنجا جاویدانند.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. و آنگاه که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خدا دیگری را نپرستید و به والدین و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان نکویی کنید و به مردم سخنی نیک گویید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید. پس به جز اندکی از شما همه پشتگردان شده برگشتید، حال آن که شما روبرو تافتگان از حکم خدایید. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. و آنگاه که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را می‌ریزید و قوم خویش را از خانه‌های خود بیرون می‌کنید، پس دیده و دانسته قبول کردید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز شما همان گروهید که قوم خویش را میکشتید و از قوم خود گروهی را از خانه‌هایشان بیرون میکنید برای ستم کردن. در حق آنها با گناه و بیدادی پشتیبانی یکدیگر میشوید و اگر اسیر شده به نزد شما بیایند عوض آنها فدیه میدهید، حال آن که بیرون کردن آنها بر شما حرام است. آیا به پاره از کتاب ایمان می آورید و به پاره کافر می شوید؟ پس جزای کسی که از شما چنین کند به جز خواری در زندگانی دنیا چیست؟ و در روز قیامت به سوی سخت‌ترین عذاب گردانیده شوند و خدا از آنچه میکنید بیخبر نیست. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آنها همان کسانند که به عوض آخرت زندگانی دنیا را خریدند، پس عذاب از آنها سبک کرده نشود و آنها یاری داده نشوند. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. و به درستی که به موسی کتاب دادیم و بعد از وی پیغمبران را از وی درآوردیم و به عیسی پسر مریم نشانه های روشن دادیم و او را به روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام نیرومند گردانیدیم. آیا نبود که هرگاه
пайғамбареро он чиро назди шумо овард ки нафсҳои шумо онро дӯст надорад саркашӣ кардед. пас гурӯҳеро дурӯғгӯ доштед ва гурӯҳеро куштед. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. و گفتند دلهای ما در پرده است، بلکه خدا آنها را به سبب کفرشان نفرین کرده است، پس اندک ایمان می آرند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. و آنگاه که از نزد خدا به آنها کتاب قرآن آمد که تصدیق کننده آن کتاب چیز است که با آنها پیش از این بر کافران پیروزی می طلبیدند، پس هرگاه آنچه می دانستند به آنها آمد وی را منکر شدند، پس لعنت خدا بر کافران است. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. بعد چیز آن که به عوض آن خویشتن را فروختند که به آنچه خدا فرود آورده است کافر شوند، به سبب حسد بر آن که خدا از رحمت خود بر هر کی خواهد از بندگانش فرود می آورد، پس خشم بالای خشم آوردند و کافران را عذابی خار کننده است. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. و چون به آنها گفته شود به آنچه که خدا فرود آورده است ایمان آرید، گویند به آنچه بر ما فرود آورده شد ایمان می آریم، ولی به آنچه جز وی است کافر می شوند. حال آن که آن راست است تصدیق کننده است آن کتابی را که با آنهاست. بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از آن پیغمبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. و به درستی که موسی به شما نشانه های روشن آورد، پس شما بعد از رفتن وی گوساله را به خدایی فرا گرفتید و شما ستمگر بودید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كنتم مؤمنین. و آن وقت که پیمان شما را گرفتیم و تور را بالای شما برداشتیم گفتیم آنچه را که به شما دادیم به استواری بگیرید و بشنوید. گفتند به زبان حال
شنیدیم و نافرمانی کردیم و به سبب کافر بودنشان در دلهای آنها دوستی گساله در آورده شد. بگو اگر از اهل ایمان هستید به چیز است آنچه ایمانتان به شما می‌فرماید؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای بازپسین نزد خدا بجز از مردم دیگر مخصوص شماست، پس اگر راستگو هستید مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. و آنها به سبب آنچه دستهایشان پیش فرستاده است، یعنی همه کار و کردارهای در این دنیا کرده انسان که در نامه اعمالشان نوشته می شود، هرگز مرگ را آرزو نکنند و خدا به حال ستمگران داناست. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. و البته آنها را حریص‌ترین مردم، حتی حریص‌تر از آنان که مشرکند، بر زندگانی بیابی. هر یک از آنها دوست می دارد که کاش 1000 سال عمر داده شود و آن که عمر داده شود رهاننده وی از عذاب نیست و خدا به آنچه می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر کی جبرائیل را دشمن باشد چه زیان می کند؟ پس به درستی که جبرائیل قرآن را بر دل تو به حکم خدا فرود آورده است، قرآنی که تصدیق کننده آنچه پیش وی است و برای اهل ایمان راهنما و مژده دهنده است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر کی خدا و فرشتگان وی و پیغمبران وی و جبرائیل و میکائیل را دشمن باشد، پس همانا خدا آن کافران را دشمن است. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به درستی که ما نشانه های روشن را به سوی تو فرود آوردیم و به آنها بجز بدکاران کسی کافر نمی شود. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. برای چی هرگاه پیمانی را بستند گروهی از آنها آن را برانداختند، بلکه اکثر آنها باور نمی دارند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هرگاه پیغمبری از نزد خدا به آنها آمد که تصدیق کننده آن چیزی است که با آنهاست، گروهی از آن قوم که کتاب داده شدند
آن کتاب خدا را پس پشت خیش افکندند، گویا نمی‌دانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و با آنچه پیروی کردند که شیطانان در پادشاهی سلیمان می‌خواندند. و سلیمان کافر نشد، ولیکن شیطانان که مردم را جادو می‌آموختند کافر شدند. و با آنچه پیروی کردند که بر دو فرشته در بابل هاروت و ماروت فرود آورده شد و آن دو فرشته هیچ کس را نمی آموزند مگر آن که گویند جز این نیست که ما برای آزمایشیم، پس کافر مشو. پس مردم از آنها افسونی را یاد می گیرند که به سبب وی در میان مرد و زن وی جدایی می افکنند و آنها با آن سحر به هیچ کس زیان رساننده نیستند مگر به خواست خدا. و مردم آنچه را یاد می گیرند که به آنها زیان می رساند و سودی برایشان نمی دهد و هر آینه دانستند هر کی جادو بستاند او را در آخرت هیچ بهره نیست و هر آینه آنچه که به عوض آن خویشتن را فروختند به چیزی است. کاش این را می دانستند. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند هر آینه ثواب از نزد خدا بهتر بود. کاش این را می دانستند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید مگویید راعنا و بگویید انظرنا. یعنی یهودیان در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده لفظ راعنا می گفتند. این لفظ دو معنا دارد. ما را رعایت کن، بر ما شفقت کن. رعونت دارنده ابله و قصد آنها دشنام بود. انظرنا، به ما نگاه کن و نیک بشنوید و کافران را عذاب درد دهنده است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آنان از اهل کتاب که کافر شدند و نیز مشرکان دوست نمی دارند که بر شما از پروردگارتان نیکی فرود آورده شود و خدا هر کس را که خواهد به بخشش خود مخصوص می کند و خدا خداوند فضل بزرگ است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هرچی را که از آیت نسخ میکنیم یا آن را فراموش میگردانیم، بهتر از وی یا مانند وی را میآوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر همه چیز تواناست؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ندانسته ای که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و بجز خدا برای شما هیچ دوست و یاری دهنده نیست؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می‌خواهید که از پیغمبر خود سؤال کنید چنان که موسی پیش از این سؤال کرده شد؟ و هر کی به عوض ایمان کفر را بستاند پس به درستی که میان راه را گم کرده است. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب پس از آن که به آنها حق روشن شد به سبب حسدی در خویشتن داشته دوست دارند که شما را بعد از آن ایمان آوردنتان کافر گردانند. پس درگذارید و روی بگردانید تا آن که خدا فرمان خود را فرود آورد به درستی که خدا بر همه چیز تواناست. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و آنچه از نیکوکاری برای خویشتن پیش می‌فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت به درستی که خدا به آنچه می‌کند بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هرگز کسی به بهشت ندراید مگر آن که یهودی یا ترسا باشد. این آرزوهای باطله آنهاست. بگو اگر راستگو هستید دلیل خود را بیارید. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بله، هر که خود را برای خدا تسلیم کرد و او نیکوکار باشد پس مزد او در نزد پروردگارش است. بر آنها ترس نیست و آنها اندوهگین نمی شوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و یهودیان گفتند ترسایان بر هیچ چیز نیستند و ترسایان گفتند یهودیان بر هیچ چیز نیستند و حال آنکه آنها همه کتاب را میخوانند و آنان که نمیدانند همچنین مانند قول آنها گفتند
پس خدا روز قیامت میان آنها در آنچه که در آن اختلاف دارند حکم میکند. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کی ستمگر از آن که یاد کردن نام خدا را در مسجدهای خدا منع کرد و در ویرانی آنها کشید، این گروه را نمی سزد که جز ترسان و هراسان به مسجدها درآیند. آنها را در دنیا خواری و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خدا است. هر سو که رو آرد روی خدا، یعنی جهت طاعت و رضای خدا همان جا است. به درستی که خدا فراخ نعمت داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. و گفتند خدا فرزند بگرفت، یعنی یهودیان عزیر و نصرانیان عیسی را پسر خدا می گفتند. پاکی او راست، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، همه برای وی فرمان بردارند. بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. آفرنده آسمان ها و زمین از هیچ است و چون کار اراده می کند پس جز این نیست که آن را می گوید بشو، پس می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. و آنان که هیچ نمی دانند یعنی مشرکان گفتند چرا خدا با ما سخن نمی گوید یا نشانه برای ما نمی آید. کسانی که پیش از آنها بودند همچنین مانند قول آنها گفتند. دلهایشان به یکدیگر مانندی دارند، همانا ما برای گروهی که یقین دارند نشانه های بیان کردیم. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. همانا ما تو را براستی مژده دهنده و بیم کننده فرستادیم و تو برای اهل دوزخ پرسیدن نخواهی شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و یهودیان و ترسایان هرگز از تو خوشنود نمی شوند مگر اینکه کیش آنها را پیروی کنی. بگو به درستی که هدایت خدا است و اگر بعد آنچه از دانش به تو آمده است آرزوهای باطلی آنها را پیروی کنی، پس تو را برای خلاص از عذاب خدا هیچ دوست و یاری دهنده نباشد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که به آنان کتاب یعنی تورات را دادیم آن را چنان می‌خوانند که حق خواندن آن است. آنها هدایت خدا را باور می‌دارند و کسانی که آن را انکار می‌کنند آنها زیانکارند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که بر شما انعام کردم و آن که شما را بر همه عالمیان فضل دادم یاد کنید. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. از آن روز بترسید که کسی از کسی چیزی را کفایت نکند و از کسی بدل پذیرفته نشود و کسی را شفاعت سود ندهد و آنها یاری داده نشوند. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. و یاد کن چون ابراهیم را پروردگارش با سخن چند بیازمود پس ابراهیم آنها را به انجام رسانید. خدا گفت همانا من تو را پیشوای مردم میگردانم. ابراهیم گفت و از فرزندان من نیز پیشوایان پیدا کن. خدا فرمود وحی من به ظالمان نمی رسد. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و آنگاه که کعبه را جای بازگشت مردم و محل امن ساختیم و گفتیم از مقام قدمگاه ابراهیم نمازگاه بگیرید و به سوی ابراهیم و اسماعیل وحی فرستادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان یعنی گوشنشینان و رکوع سجده کنندگان پاک سازد. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. و آنگاه که ابراهیم گفت ای پروردگار من این مکان را شهری با امن بساز و از ساکنانش کسی را که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد از میوه روزی ده. خدا فرمود هر کسی را که کافر شود اندک بهره‌مند گردانم پس او را به بیچارگی به سوی عذاب آتش برانم و وی بدجای است. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و آنگاه که ابراهیم و اسماعیل بنیادهای خانه را بلند می‌کردند گفتند ای پروردگار ما از ما بپذیر همانا تو شنوای دانایی. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
إنك أنت التواب الرحيم. ای پروردگار ما را فرمان برداری خود بگردان و از فرزندان ما گروه را فرمان برداری خودت بکن و طریق عبادت های ما را به ما بنمای و بر ما به مهربانی باز کرد، همانا تو بازگردنده مهربانی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگار ما و در میان آنها پیغمبر از خودشان بفرست تا آیت‌های تو را برایشان بخواند و به آنها کتاب و علم بیاموزد و آنها را پاک کند، همانا توی توانایی با حکمت. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و کیست که از کش ابراهیم رو بگرداند بجز آن کس که نفس خود را به نادانی نشناخت و به درستی که در این سرای او را برگزیدیم و به درستی که در سرای دیگر او از شایستگان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنگاه که پروردگارش به او گفت فرمان بردار شو، گفت به پروردگار عالمیان فرمان بردار شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم پسرانش را و یعقوب نیز فرزندانش را به این کلمه وصیت کردند: ای فرزندان من، همانا خدا برای شما این دین را برگزیده است، پس از این جهان نمی روید مگر این که شما فرمان بردار باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا آن هنگام حاضر بودید که یعقوب را مرگ پیش آمد؟ آنگاه به فرزندانش گفت بعد از من چی چیز را عبادت خواهید کرد؟ گفتند خدای تو را و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که آن خدای یگانه است عبادت میکنیم و ما او را فرمان برداریم. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها گروهند که در گذشتند، آنچه کرده اند از آن آنها است و آنچه کردید از آن شما است و از آنچه آن گروه میکردند شما پرسیده نخواهید شد. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و گفتند یهودی یا ترسا شوید تا راه یابید. بگو بلکه به ملت ابراهیم پیروی میکنیم که حنیف بود و از اهل شرک نبود. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگوید ما به خدا و به آنچه به سوی ما فرود آورده شد و به آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگان یعقوب فرود آورده شد و نیز به آنچه به موسی و عیسی و پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شد ایمان آوردیم. در میان هیچ کس از آنها جدایی نمی افکنیم و ما برای حق فرمان برداریم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. پس اگر اهل کتاب ایمان بیاورند مانند آنچه شما به آن ایمان آوردید پس راه یافتند و اگر برگشتند پس جز این نیست که آنها در مخالفتند. پس زود باشد که خدا تو را از شر آنها کفایت کند و او شنوای دانا است. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رنگ خدا را قبول کردیم، یعنی دین خدا را قبول کردیم. و کی به اعتبار رنگ از خدا بهتر است؟ و ما پرستندگان او هستیم. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا در باب خدا با ما مجادله میکنید؟ و او پروردگار ما و شما است و کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شما است و ما به اخلاص پرستندگان او هستیم. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا میگوید همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگان او یهودی یا ترسا بودند؟ بگو شما داناترید یا خدا؟ کیست ستمگرتر از کسی که گواهی را که از جانب خدا نزدش است بپوشد و خدا از آن چی میکنید بخبر نیست؟ تلك امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها گروهی اند که درگذشتند. آنچه کردند از آن آنها است و آنچه کردید از آن شما است و از آنچه آن گروه میکردند شما پرسیده نخواهید شد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بخردان از مردم خواهند گفت چی چیز آنها را از آن قبلهشان که بر آن بودند بگردانید. یعنی قبله مسلمانان در آغاز بیت المقدس بود و چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت فرمود 16 یا 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز می‌گذارید. خدا در آیت 144 سوره بقره فرمود که به سوی مسجد الحرام نماز گذارید. با نزول این آیت کعبه قبله مسلمانان شد.
بگو مشرق و مغرب از آن خدا است. هر کی را خواهد به سوی راه راست هدایت می نماید. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. و همچنین شما را بهترین امتها ساختیم تا بر مردم گواه باشد و تا رسول بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که بر آن بودی مقرر نکردیم مگر برای آن که کسی را که پیغمبر پیروی کند بدانیم و از آن کس جدا کنیم که بر هر دو پاشنه خود یعنی عقیب خود باز گردد و به درستی که آن خصلت دشوار است مگر بر کسانی که خدا به آنها راه نموده است و خدا گرویدن شما را نابود نمی کند یعنی نماز خواندن شما را نابود نمی کند به درستی که خدا به مردم بخشاینده مهربان است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. به درستی که ما گشتن روی تو را در جانب آسمان میبینیم پس البته تو را به آن قبله میگردانیم که به وی خوشنود شوی پس روی خود را به طرف مسجد الحرام بگردان و هر جا که باشد روی های خود را به طرف وی بگردانید و همانا اهل کتاب میدانند که این یعنی گرداندن قبله به راستی از پروردگارشان است و خدا از آنچه میکنند بخبر نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. و اگر هر نشانه پیش اهل کتاب بیاری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و تو قبله آنها را پیروی کننده نیستی و بعضی آنها قبله بعضی دیگر را پیروی کننده نیستند و اگر تو بعد آنچه که از دانش به تو آمده است و خواهش های نفسانی آنها پیروی کنی آنگاه همانا از ستمگران باشی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اهل کتاب همچنان که فرزندان خود را میشناسند او را میشناسند ولی گروهی از آنها در عین آگاهی حقیقت را پنهان می‌دارند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. آنچه از جانب خدا بر تو نازل شده حق همان است شبهه مکن. ولكل وجهة هو موليها
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدیر. هر کسی را جانب است که به آن روی می آورد، پس در نیکی کردن بر یکدیگر سبقت گیرید. هر جا که باشد خدا شما را حاضر می کند که او بر هر کار تواناست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. از هر جایی که بیرون شوی روی خود بر جانب مسجد الحرام کن. حق همان است که پروردگارت به آن امر فرموده و خدا از کارهایتان ناآگاه نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. از هر جایی که بیرون شوی روی خیش به جانب مسجد الحرام کن و هر جا که باشد روی به آن سوی کنید تا هیچ کس را جز ستمکاران با شما بحث و مجادله نباشد. از آنها مترسید، از من بترسید تا نعمت خیش بر شما تمام کنم تا که هدایت شوید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همچنان که پیامبری از خود شما بر شما فرستادیم تا آیات ما را برایتان بخواند و شما را پاکیزه گرداند و کتاب و حکمت آموزد و آنچه را که نمیدانستید به شما یاد دهد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گوید و ناسپاسی من نکنید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و نماز مدد جوید که خدا با صبر کنندگان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آنان را که در راه خدا کشته می شوند مرده نحسابید، آنها زنده اند و شما در نمی یابید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البته شما را با اندک ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصانی در محصولات می آزماییم و صبر کنندگان را مژده ده. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. کسانی که چون مصیبت به آنها رسید گفتند ما از آن خدا هستیم و به او باز می‌گردیم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
درود و رحمت پروردگارشان به آنان باد که هدایت یافتگانند. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروه از شعارهای خداست. پس کسانی که حج خانه یا عمره را به جای می آورند اگر بر آن دو کوه طواف کنند مرتکب گناه نشدند. پس هر کی کار نیکی را به رغبت انجام دهد بداند که خدا شکرگزارنده داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی را که دلیل های روشن و هدایت کننده ما را پس از آن که در کتاب برای مردم بیانشان کردیم پنهان میکنند، هم خدا لعنت میکند و هم دیگر لعنت کنندگان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر آنها که توبه کردند و اصلاح شدند و آنچه پنهان داشته بودند آشکار ساختند توبهشان را میپذیرم و من توبه پذیر و مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بر آنان که کافر بودند و در کافری مردند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم باد. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جاویدانه در لعنتند و در عذابشان سبکی داده نشود و لحظه مهلتشان ندهند. و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خدای شما خدای است یکتا، خدای برحق جز او نیست بخشاینده و مهربان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. در آفرینش آسمان ها و زمین و در رفت و آمد شب و روز و در کشتی هایی که در دریا می روند و مایه سود مردمانند و در بارانی که خدا از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را به آن زنده سازد و جنبندگان را در آن برانگیزد و در حرکت بادها و ابرهای رام شده میان زمین و آسمان برای خردمندانی که در میابند نشانه هاست. و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. و از مردم کسانی هستند که به جز خدا همتایان میگیرند. آنها را مانند دوستی خدا دوست می‌دارند و کسی که ایمان آوردند در دوستی خدا قوی ترند. و اگر کسانی را که ستم کردند در آن حالت بیند که عذاب را مشاهده می‌کنند، بفهمند که تمام توانایی از آن خدا است و خدا سخت عقوبت کننده است. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنگاه که پیشوایان عذاب را بینگرند، از فرمانبران خیش بیزاری جویند و پیوندی میان آنها گسسته گردد. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و آن پیروان گویند کاش باری دیگر باز میگشتیم تا آنچنان که از ما بیزاری جستند از آنها بیزاری می جستیم. خداوند کردارهایشان را این چنین مایه حسرتشان می نماید و آنان از آتش رهایی نیابند. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم، از آن چیزهای حلال و پاکیزه که در زمین است بخورید و پای به جای پای شیطان مگذارید که دشمن آشکار شماست. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. او شما را به بدی و زشتی فرمان می دهد و می خواهد که درباره خدا چیزهای بگوید که به آن آگاه نیستید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. چون به آنها گفته شود که از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، ما به همان راه می رویم که پدرانمان می رفتند، حتی اگر پدرانشان بخیرد و گمراه بودند. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال کافران مثل حیوان است که کسی در گوش او آواز کند و او جز بانگ و آواز نشنود. آنها کرانند، گنگانند، کرانند و هیچ در نمیابند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چیزهای پاکیزه که روزی شما کرده ایم بخورید و اگر خدا را می پرستید شکرش را بجا آورید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
إن الله غفور رحیم. جز این نیست که مردار را و خون را و گوشت خوک را با آنچه را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن بخوانند بر شما حرام کرد. اما کسی که ناچار شود هرگاه که بیمیلی جوید و از حد نگذراند پس گناه انجام نداده است. البته خدا آمرزنده و بخشاینده است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آنان که کتابی را که خدا نازل کرده است پنهان می‌دارند تا بهای اندک بستانند، شکمهای خود را جز از آتش پر نمی‌سازند و خدا در روز قیامت به آنها سخن نگوید و پاکشان نسازد و برای آنها عذاب دردآور است. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اینها گمراهی را به جای هدایت برگزیدند و عذاب را به جای آمرزش. چی چیز بر آتش با صبرشان ساخته؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. زیرا که خدا کتاب را به حق نازل کرد و کسانی که در کتاب خدا اختلاف میکنند در مخالفت دور از صوابند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی آن نیست که روی خود به جانب مشرق و مغرب کند، بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با آن که دوستش دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و در بند ماندگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد. و نیز کسانی هستند که چون عهد می‌بندند به آن وفا می‌کنند و آنان که در بینوایی و بیماری و به هنگام جنگ صبر می‌کنند اینها راستگویان و پرهیزگارانند. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد. آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو کردد باید که با خوشنودی از پی ادای خونبها رود و آن را به وجه نیکو به او پردازد. این حکم سبوکی و رحمت است از جانب پروردگارتان و هر کی از آن سر باز زند نصیب او عذاب است در داور. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ای خردمندان، شما را در قصاص گرفتن زندگی است تا که پرهیزگاری کنید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و مال بر جای گذارد، مقرر شد که درباره پدر و مادر و خویشاوندان از روی انصاف وصیت کند و این شایسته پرهیزگاران است. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم. پس هر کس که آن وصیت را بشنود و آنگاه دیگرگونش سازد، گناهش بر آن کسی است که آن را دیگرگون ساخته است. خدا شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم. هرگاه بیمی آن رود که وصیت کننده در وصیت خیش دچار خطا یا ظلم شده باشد، اگر کسی به اصلاح میان آنان پردازد، پس مرتکب گناه نشده است. البته خدا آمرزنده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما مقرر شد همچنان که بر آن کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزهای بشمار. هر کس که از شما بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر روزه بدارد و آنان که توانایی آن را ندارند هر روز را به طعام دادن مسکین بازخرند و هر کی به رغبت در آن بیفزاید برایش بهتر است و اگر می خواهید بدانید بهتر آن است که خود روزه بدارید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان ماه است که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس که ماه را ببیند باید که در آن ماه روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر روزه گیرد. خدا برای شما خواستار آسانی است نه سختی و تا آن حساب را کامل سازد و خدا را به آنچه سبب که راهنماییتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گوید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. چون بندگان من درباره من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ میدهم. پس به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا راه راست یابند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هم بیستری با زنانتان در شب ماه روزه بر شما حلال شد. آنها پوشش شمایند و شما پوشش آنهایید. خدا می دانست که شما با خویشتن خیانت می ورزید، یعنی در ترک کردن همخوابگی با زنانتان در شبهای رمضان. پس توبه شما را پذیرفت و شما را عفو کرد. اکنون با آنها هم بیستر شوید و آنچه را که خدا بر شما مقرر گردانیده است انجام دهید و بخورید و بیاشامید تا رشته روشنی صبحدم در تاریکی شب آشکار شود و روزه را به شب برسانید و چون در مسجد اعتکاف کنید با زنان هم بیستر مشوید. اینها حدود فرمان خداست، به آن نزدیک مشوید. خدا آیات خود را این چنین بیان می کند تا که به پرهیزگاری برسند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اموال یکدیگر را به ناشایسته مخورید و به حاکمان اموال خود را مرسانید تا به آن سبب اموال گروه دیگر را به ناحق به ستم بخورید و شما خود می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو درباره هلال‌های ماه می‌پرسند. بگو برای آن است که مردم وقتی کارهای خویش از زمان حج را بشناسند و پسندیده نیست که از پشت خانه ها به آنها داخل شود، ولی پسندیده راه کسانی است که پروا میکنند و از درها به خانه ها درآید و از خدا بترسید تا رستگار شود. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. با کسانی که با شما جنگ میکنند در راه خدا بجنگید و از حد نگذرید، زیرا خدا از حد گذرندگان را دوست ندارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. هر جا که آنها را بیابید بکشید و از آنجا که شما را راندند برانیدشان، که فتنه یعنی کفر و شرک از قتل بدتر است. و در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آن که با شما بجنگند و چون با شما جنگیدند بکشید، که این از جزای کافران. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. و اگر باز ایستادند خدا آمرزنده و مهربان است. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. با آنها بجنگید تا دیگر فتنه نباشد و دین تنها دین خدا شود. ولی اگر از دین خویش دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. این ماه حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماه‌های حرام را قصاص است. پس هر کس بر شما دست درازی کند به همان اندازه بر او دست درازی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. در راه خدا صرف کنید و خیشتن را به دست خیش به هلاکت میندازید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. حج و عمره را برای خدا کامل به جای آورید و اگر شما را از حج باز داشتند آنقدر که میسر است قربانی کنید و سر متراشید تا قربانی شما به قربانگاهش برسد. اگر یکی از شما بیمار یا در سرش آزار بود به عنوان فدیه روزه بدارد یا صدقه دهد یا قربانی کند و چون امین شود هر کی از عمره تمتع به حج باز آید آنقدر که او را میسر است قربانی کند و هر کی را قربانی میسر نشد 3 روز در حج روزه بدارد و 7 روز چون از حج باز گردد تا 10 روز کامل شود. و این حکم برای کسی است که از مردم مکه نباشد. از خدا بترسید و بدانید که خدا به سختی عقوبت میکند. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه‌های معین است. هر کی در این ماه‌ها حج را بر خود لازم کرد یعنی احرام بست باید که در اثنای آن جما یعنی همخوابگی نکند و فسق از او سر نزند و مجادله نکند. هر کار نیکی که انجام می‌دهید خدا از آن آگاه است. و توشه بردارید که بهترین توشه ها پرهیزگاری است. ای خردمندان از من بترسید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اگر به هنگام حج طالب روزی خدا باشید گناهگار نشده اید و چون از عرفات بازگشتید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید از آن را که شما را هدایت کرده در حالی که پیش از آن گمراه بودید. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. سپس از آنجا که دیگر مردم راه می پیمایند دست جمعانه شما نیز روانه شوید و از خدا آمرزش بخواهید که آمرزنده و مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون مناسکتان را به جای آوردید همچنان که پدران خیش را یاد می کردید حتی بیشتر از آن خدای را یاد کنید. برخی از مردم می گویند ای پروردگار ما را در دنیا چیزی بخش اینها را در آخرت نصیب نیست. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و برخی از مردم میگویند ای پروردگار ما را هم در دنیا خیر بخش و هم در آخرت و ما را از عذاب آتش نگه دار. اولئک لهم نصیب مما کسبوا
والله سریع الحساب. اینها از آن چی خواستند بهره‌مند می شوند و خدا با سرعت به حساب هر کس می رسد. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای چند یاد کند و هر کی در 2 روز شتاب کند مرتکب گناه نشده است. هر پرهیزگار هم که تأخیر کند گناه نکرده است. از خدا بترسید و بدانید که همگان به پیشگاه وی گرد می آید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. و از مردمان کسی هست که سخن او در باب زندگانی دنیا تو را به تعجب می آرد و خدا را بر آنچه در دل اوست گواه می آرد، حال آن که او سخت‌ترین ستیزندگان است. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. چون از نزد تو باز گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و چارپا را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و چون به او گفته شود از خدا بترس، تکبر او را گرفته به گناه برد، پس سزای وی جهنم است و همانا وی بدجای است. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. کسی دیگر از مردم برای جستن خوشنودی خدا جان خیش را فدا کند. خدا بر این بندگان مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگان به اطاعت درآیید و پای بر جای پای شیطان مگذارید که او دشمنی آشکار شماست. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هرگاه پس از آن که این آیات روشن خدا به شما رسید در ایمان خیش لغزش یافتید، بدانید که خدا پیروزمند و حکیم است. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا اینها منتظر آن هستند که خدا با فرشتگان در زیر سایبان از ابر نزدشان بیاید و کار یکسره شود و کارها به سوی خدا بازگردانیده می شوند؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. از بنی اسرائیل بپرس که آنها را چی آیات روشن دادیم. هر کس که نعمت را که خدا به او عنایت کرده است
دیگرگون سازد، بداند که او سخت عقوبت است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. برای کافران زندگی این جهانی آراسته شده است و مؤمنان را مسخره می کنند. آنان که از خدا می ترسند در روز قیامت بالاتر از کافران هستند و خدا هر کسی را که بخواهد به حساب روزی می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم یک امت بودند، پس خدا پیامبران مژده دهنده و ترساننده را بفرستاد و بر آنها کتاب برحق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند. ولی جز کسانی که کتاب بر آنها نازل شده و حجتها آشکار گشته بود از روی حسدی که نسبت به هم می‌ورزیدند در آن اختلاف نکردند و خدا مؤمنان را به اراده خود در آن حقیقتی که اختلاف می‌کردند راه نمود که خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. میپندارید که به بهشت خواهید رفت و هنوز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده بر سر شما نیامده. به آنها فقر و رنج رسید و تکان داده شد تا آنجا که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدان که یاری خدا نزدیک است. یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو میپرسند که چی نفقه کنند؟ بگو آنچه از مال خود نفقه میکنید برای پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و رهگذران باشد و هر کاری نیکی که کنید خدا به آن آگاه است. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جنگ بر شما مقرر شد در حالی که آن را بد می‌بینید. شاید چیزی را بد ببینید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و او برایتان بد باشد. خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تو را از جنگ کردن در ماه حرام میپرسند. بگو جنگ کردن در آن ماه گناه بزرگ است، اما بازداشتن مردم از راه حق و کافر شدن با او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناه بزرگتر است و شرک از قتل بزرگتر است. آنها با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان بازگردانند. از میان شما آنها که از دین خود بازگردند و کافر بمیرند، اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و جاویدانه در جهنم باشند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. کسانی که ایمان آوردند و آنها که وطن را ترک کردند و در راه خدا جهاد نمودند به رحمت خدا امید می‌دارند و خدا آمرزنده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تو را از شراب و قمار می پرسند. بگو در آن دو یعنی شراب و قمار گناه است بزرگ و سودهای است برای مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است. و از تو می پرسند چی چیز نفقه کنند؟ بگو آنچه افزون آید. خدا آیات را اینچنین برای شما بیان می کند تا که در کار دنیا و آخرت بیندیشید. و یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تو را از یتیمان می پرسند. بگو اصلاح حالشان بهتر است و اگر با آنها آمیزش می کنید چون برادران شما باشند. خداوند تباهکار را از نیکوکار باز می شناسد و اگر خدا خواهد بر شما سخت می گیرد. البته خدا پیروزمند و حکیم است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. زنان مشرکه را تا ایمان نیاورند به زنی مگیرید و کنیز مؤمنه بهتر از آزاد زن مشرکه است، هرچند شما را از او خوش آید. و به مردان مشرک تا ایمان نیاورند زن مؤمنه مدهید و بنده مؤمن غلام برده بهتر از مشرک است، هرچند شما را از او خوش آید. اینها به سوی آتش دعوت میکنند و خدا به جانب بهشت و آمرزش و آیات خود را آشکار بیان میکند تا که بیندیشند. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تو را از حیض زنان میپرسند، بگو حیض ناپاکی است، پس در ایام حیض از زنان دوری گزینید و به آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است با آنها نزدیکی کنید. هر آینه خدا توبه کنندگان را دوست دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنانتان کشتزار شما هستند، هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید و برای خویش از پیش چیز فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید رفت و مؤمنان را مژده ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. خدا را وسیله سوگندهای خویش قرار مدهید تا از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم باز ایستید که خدا شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. خدا شما را به سبب سوگندهای بدون قصدتان بازخواست نمی کند، بلکه به خاطر نیتی که در دل نهان می دارید بازخواست می کند. خدا آمرزنده و بردبار است. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که سوگند میخورند که با زنان خویش نیامیزند 4 ماه مهلت است، پس اگر باز آیند خدا آمرزنده و مهربان است. و این عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر عزم طلاق کردند خداوند شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. باید که زنانی طلاق شده تا 3 بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند روا نیست که آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند و در آن ایام اگر شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگردانیدنشان سزاوارترند. و برای زنان حقوق شایسته است مانند وظیفه‌ای که بر عهده آنهاست، ولی مردان را بر زنان مرتبه است و خدا پیروزمند و حکیم است. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. این طلاق 2 بار است و از آن پس یا به وجه نیکو نگه داشتن اوست یا به وجه نیکو رها ساختنش و حلال نیست که از آنچه به زنان داده اید چیز باز ستانید مگر آن که بدانند که حدود خدا را رعایت نمی کنند. اما هرگاه دانستید که آن 2 حدود خدا را رعایت نمی کنند، اگر زن خود را از شوی باز خرد گناه بر آن 2 نیست. اینها حدود خدا است. از آن تجاوز مکنید که ستمکاران از حدود خدا تجاوز میکنند. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر آن که به نکاح مرد دیگری درآید و با آن مرد جما کند و هرگاه آن مرد زن را طلاق دهد اگر می دانند که حدود خدا را رعایت می کنند رجوعشان را گناه نیست. اینها حدود خداست که برای مردم دانا بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هرگاه زنان را طلاق دادید و مهلتشان قریب آمد یا آنان را به وجه نیکو نگه دارید یا به وجه نیکو رها سازد و نگاهشان مدارد به قصد دراز کردن عده تا که بر آنها
زیان برسانید یا ستم بکنید. و هر کس چنین کند به خویشتن ستم کرده است و آیات خدا را به لعب و لف مگیرید و از نعمتی که خدا به شما داده است و از آیات و حکمتی که برای پند شما فرستاده است یاد کنید و از خدا بترسید و بدانید که او به همه چیز آگاه است. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و چون زنان را طلاق دادید و مهلتشان سر آمد مانع مشوید به نکاح همسران خود هرگاه که میانشان رضایت حاصل شده باشد درآیند. کسی که از شما به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشد این چنین پند گردد و این شما را بهتر و به پاکی نزدیکتر است. خدا میداند و شما نمیدانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادرانی که میخواهند شیر دادن را به فرزندان خود کامل سازند 2 سال تمام شیرشان بدهند. خوراک و لباس آن به وجه مطلوب بر عهده صاحب فرزند است و هیچ کس بیش از قدرتش تکلیف نمی شود. نباید هیچ مادر به خاطر فرزندش زیان ببیند و هیچ پدر به خاطر فرزندش و وارث پدر نیز چنین بر عهده دارد و اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشاورت یکدیگر فرزندشان را از شیر باز گیرند یعنی پیش از 2 سال مرتکب گناه نشدند و هرگاه بخواهید کسی دیگر را به شیر دادن فرزندتان گیرید اگر مزد نیکو بپردازید گناه نیست. از خدا بترسید و بدانید که او به کاری که میکنید بیناست. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما بمیرند و زنان بر جای گذارند آن زنان باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری کشند و چون مدتشان به سر آمد اگر درباره خویش کار شایسته کنند بر شما گناه نیست که خدا به کارهایی که میکنید آگاه است.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. و اگر به کنایت از آن زن خواستگاری کنید یا اندیشه خود در دل نهان دارید، گناه بر شما نیست، زیرا خدا می‌داند که از آنها به زودی یاد خواهید کرد. ولی در نهان با آنان وعده مدهید مگر آن که به وجه نیکو سخن گوید و میل بستن نکاح مکنید تا آن مدت تمام شود و بدانید که خدا به آنچه در دل دارید آگاه است. از او بترسید و بدانید که او آمرزنده و بردبار است. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر زنانی را که با آنها نزدیکی نکرده اید و مهر برایشان مقرر نداشته اید طلاق گوید، گناه نکرده اید، ولی آنها را به چیز بهره‌مند سازید، توانگر به قدر توانش و تنگ دست به قدر توانش بهره‌مند سازند به وجه مطلوب، یعنی عرف مردم. این کار است شایسته نکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر برایشان مهر معین کرده اید و پیش از نزدیکی طلاقشان می دهید، نصف آنچه مقرر کرده اید بپردازید، مگر آن که آنها، یعنی زنان خود یا کسی که عقد نکاح به دست اوست آن را ببخشد و بخشیدن شما به پرهیزگاری نزدیکتر است. و فضیلت را میان خود فراموش مکنید که خدا به کارهایی که میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نمازها و نماز میانی را پاس دارید و مطیعانه برای خدا قیام کنید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. و اگر از دشمن بیمناک بودید پیاده یا سواره نماز کنید و چون امین شدید خدا را یاد کنید، زیرا به شما چیزهای آموخت که نمیدانستید. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
مردانی از شما که می میرند و زنان بر جای می گذارند باید که درباره زنان خود وصیت کنند که نفقه آنها را به مدت 1 سال بدهند و از خانه بیرونشان نکنند. پس اگر خود خارج شوند با نیت شایسته، یعنی نکاح به طور شرعی، گناه بر شما نیست و خدا غالب و حکیم است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. برای زنان طلاق شده بهره است به وجه مطلوب چنان که لازم است بر مردان پرهیزگار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. خدا آیاتش را برای شما اینچنین بیان میکند تا که فهم کنید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا کسانی را ندیدی که از بیم مرگ از خانه های خود بیرون آمدند و آنها هزاران بودند؟ پس خدا به آنها گفت بمیرید، آنها را باز زنده گردانید. به درستی که خدا نسبت به مردم صاحب بخشایش است، ولیکن اکثر آنها سپاس نمی‌گزارند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. و در راه خدا جنگ کنید و بدانید که خدا شنوای داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست آن که خدا را نیک وام دهد، پس خدا آن را برای او دوچند به مراتب بسیار می سازد و خدا روزی را تنگ می سازد و کشاده می کند و به سوی او بازگردانیده می شود. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا پیشوایان را از بنی اسرائیل بعد از موسی ندیدی چون به پیغمبر خود گفتند پادشاه برای ما برپا کن تا در راه خدا جنگ کنیم؟ پیغمبر گفت اگر بر شما جنگ کردن واجب کرده شود آیا از آن نزدیک استید که جنگ نکنید؟ گفتند ما را چی شده است که خود در راه خدا جنگ نکنیم و به درستی که از خانه های خیش بیرون و از فرزندان خیش جدا کرده شدیم. پس آنگاه که بر آنها جنگ واجب کرده شد بجز اندکی از آنها یعنی همه روی گردانیدند و خدا به ستمگاران دانا است. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیغمبرشان به آنها گفت به درستی که خدا طالوت را برای شما پادشاه مقرر کرده است. گفتند چگونه او را بر ما پادشاهی باشد و حال آن که ما از وی به پادشاهی سزاوارتریم و وی را از مال فراخی داده نشده است. گفت به درستی که خدا او را بر شما برگزیده است و او را فراخی در دانش و افزونی در بدن داده است و خدا پادشاهی خود را به هر کی خواهد می بخشد و خدا فراخ نعمتی دانا است. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پیغمبرشان به آنها گفت همان نشانه پادشاهی او آن است که به شما صندوق بیاید. در آن از پروردگارتان آرامی دل و بقیه از تبرکات هست که آن را آل موسی و آل هارون گذاشتند. آن را فرشتگان بر می دارند. اگر باور دارنده اید به درستی که در این رویداد برای شما نشانه های هست. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. پس چون طالوت با لشکرها برآمد گفت همانا خدا شما را به جای آزمایش کننده است. هر کی از آن جای بیاشامد پس از آن من نیست و هر کی آن را نچشد مگر آن که به دست خود یک کف آب بردارد پس او از آن من است. پس بجز اندکی از آنها همه از آن جای آشامیدند. و آنگاه که طالوت و کسانی که ایمان آورده بودند همراه او از جای گذشتند. گفتند امروز ما را به مقابل جالوت و لشکرهای او توانایی نیست. آنان که می دانستند با خدا ملاقات خواهند کرد گفتند بسا گروه اندک که به اراده خدا بر گروه بسیار غالب شد و خدا با شکیبایان است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و آنگاه که برای جنگ جالوت و لشکرهای وی نوشندگان آمدند گفتند ای پروردگار ما
بر ما شکیبایی ببخش و قدمهای ما را استوار کن و ما را بر گروه ناگرویدگان غلبه ده. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس به توفیق خدا آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خدا به داوود پادشاهی و علم داد و از آنچه می‌خواست او را بیاموخت. و اگر خدا گروه از مردم را به دست گروه دور نمی کرد، همانا زمین تباه می شد. ولیکن خدا بر عالمیان صاحب بخشایش است. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اینها آیت‌های خدا است. آن را براستی بر تو می‌خوانیم و به درستی که تو از پیغمبرانی. ما بعضی از این پیغمبران را بر بعضی فضل دادیم. از آنها کسی هست که خدا با او سخن گفت و بعضی را در مرتبه ها بلند کرد و به عیسی پسر مریم معجزه ها دادیم و او را به روح القدس قوت دادیم. و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از پیغمبران بودند پس از آن که به آنها حجت ها آمد با یکدیگر نمی جنگیدند، ولیکن اختلاف کردند و از آنها کسی هست که ایمان آورد و از آنها کسی هست که کافر شد. و اگر خدا میخواست با یکدیگر نمی جنگیدند، ولیکن خدا آنچه میخواهد میکند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چی به شما روزی داده ایم خرج کنید، پیش از آن که روز بیاید که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و همانا کافران ظالمند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خدا که بجز وی هیچ خدای نیست زنده پاینده است. او را نه پینک میگیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و آنچه که در زمین است
از آن اوست. کیست آن که نزد او جز به حکم او شفاعت کند؟ آنچه را می‌داند که پیش دست آنها است و آنچه را که پس پشت آنها است. و مردم از علم حق چیزی را بجز آنچه وی خواسته است در نمیگیرند. پادشاهی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگاهبانی این هر دو برای او گران نیست و او بلند مرتبه بزرگوار است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. برای دین جبر کردن روا نیست، به درستی که راهیابی از گمراهی آشکار شده است و هر کی طاغوت را منکر شود و به خدا ایمان آورد پس همانا به دستاویز استوار جنگ زده است که آن را گسستن نیست و خدا شنوای دانا است. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خدا کارسازی کسانی است که ایمان آوردند، آنها را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون می آورد و آنان که کافرند کارسازانشان بوتانند، آنها را از روشنی به سوی تاریکی ها بیرون می آورند. آنها باشندگان دوزخند، خود در آنجا جاویدانند. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا کسی را ندیدی که با ابراهیم در باب پروردگار او در مقابل آن که خدا به او پادشاهی داد مجادله کرد؟ چون ابراهیم گفت پروردگار من آن است که زنده می کند و می میراند، گفت من زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت به درستی که خدا آفتاب را از مشرق می آورد، تو آن را از طرف مغرب بیار. پس کافر مغلوب شد و خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مانند آن شخص یعنی عزیر که بر ده گذشت که آن بر سقف‌های خود افتاده بود، گفت
خدا چی گونه این را بعد مردنش زنده می کند؟ خدا او را 100 سال مرده کرد. بعد از آن او را برانگیخت. گفت چقدر دیران کردی؟ گفت 1 روز دیران کردم، یا پاره از روز. گفت بلکه 100 سال دیران کردی. طعام و آشامیدنی خود را ببین که دیگرگون نشده است. درازگوش خود را ببین. می خواهیم که تو را برای مردم نشانه گردانیم. با استخوان‌ها بنگر چگونه آن را جنبش می دهیم. بعد از آن بر آن گوشت می پوشانیم. پس چون این حال برای او روشن شد گفت می دانم که همانا خدا بر همه چیز توانا است. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و چون ابراهیم گفت ای پروردگار من، به من بنما چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خدا گفت آیا باور نداشته ای؟ گفت آره، ولیکن می خواهم که دل من آرام گیرد. خدا گفت از پرندگان 4 تا را بگیر و همه را پاره پاره نزد خود به هم آور. بعد از آن به هر کوه از آنها پاره را بگذار. بعد از آن آنها را ندا کن. البته شتابان پیش تو بیایند و بدان که خدا غالب استوارکار است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا خرج می کنند مانند مثل 1 دانه است که 7 خوشه را برویاند. در هر خوشه 100 دانه است و خدا به هر کی خواهد 2 چند می دهد و خدا فراخ نعمتی دانا است. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برای آنان که اموال خود را در راه خدا خرج می کنند سپس از پی آن خرج کردن، منت نهادن و آزار رسانیدن را در میان نمی آورند. نزد پروردگارشان مزدشان هست و بر آنها ترس نیست و آنها اندوهگین نمی شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. سخنی ملایم گفتن و درگذشتن یعنی بی‌ادبی گدای بهتر از آن خیرات است که از پی آن آزرده کردن باشد و خدا بی نیازی بردبار است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا
والله لا يهدي القوم الكافرين. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خیرات خود را به منت نهادن و آزرده کردن تباه مکنید. همچون کسی که مال خود را برای نمایاندن به مردم خرج کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد و مثل او مانند مثل سنگ صاف است که بر آن اندک خاک باشد، به آن باران عظیم رسد، پس آن را سخت و صاف می گذارد. اهل ریا از آنچه عمل کردند بر چیز توانایی ندارند و خدا گروه کافران را راه نمی نماید. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. با مثل کسانی که مالهای خیش را برای طلب رضای خدا و ثبات اعتقاد خود خرج می کنند، مانند مثل باغ است در مکانی بلند که به آن باران عظیم رسیده است، پس میوه های خود را دوچندان آورد و اگر بر آن باران نمی رسید هم شبنم کفایت می کرد و خدا به آنچه می کند بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست می دارد که باغ از درختان خرما و تاک انگور داشته باشد؟ زیر آن جایها می رود و او را در آن باغ از هر جنس میوه ها باشد و او کلانسال شده باشد و فرزندانی ناتوان داشته باشد. پس در این حالت آن باغ را گردبادی رسد که در آن آتش است و پاک بسوزد. همچنین خدا آیتها را برای شما روشن می سازد تا باشد که تأمل کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از پاکیزه های آنچه شما به دست آورده اید و از پاکیزه های آنچه برای شما از زمین بیرون آورده ایم خرج کنید و از آنچه خرج میکنید حبیس آن را قصد مکنید و حال آن که خودتان گیرنده آن نیستید، بجز وقتی که در گرفتن آن چشم پوشی کنید و بدانید که خدا بی نیازی ستوده کار است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان تنگ دستی را به شما وعده می دهد
و به بی‌حیایی می‌فرماید و خدا از جانب خود آمرزش را و نعمت دادن را وعده می‌کند و خدا فراخ نعمتی دانا است. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بر هر کی خواهد دانش می‌دهد و هر کس که دانش داده شده است پس همان نیکویی بسیار داده شده است و به جز صاحب خیردان کسی پند پذیر نمی شود. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. و به درستی خدا آنچه را می داند که از خیرات خرج کردید یا از نذر بر خود لازم کردید و ستمگاران را هیچ یاری دهنده نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر خیرات را آشکارا کنید پس این کار نیکو است و اگر آن را پنهان کنید و آن را به مسکینان بدهید پس این برایتان بهتر است و از شما بعضی گناهانتان را دور می سازد و خدا به آنچه می کنید آگاه است. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنها بر تو لازم نیست ولیکن خدا هر کی را می خواهد هدایت می کند و آنچه از مال خرج کردید نفع برای ذات شما است و لایق نیست که جز برای طلب روی خدا خرج کنید و آنچه از مال خرج کردید به تمام به سوی شما رسانیده شود، یعنی ثواب آن به شما رسانیده شود و شما ستم کرده نخواهید شد. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات برای آن مسکینان است که در راه خدا بند کرده شدند، یعنی به سبب مشغول بودن با امور دین چیزی از مال دنیا کسب کرده نمی توانند. در زمین سفر کرده نمی توانند. شخصی نادان آنها را به سبب طمع نکردنشان توانگر می پندارد. تو آنها را از قیافشان می شناسی. با اصرار از مردم سؤال نمی کنند و آنچه از مال خرج کنید پس همان خدا به آن دانا است. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کند مزدشان نزد پروردگارشان است و بر آنها ترس نیست و آنها
اندوهگین نمی شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که سود میخورند بر نمیخیزند، یعنی از گور، مگر مانند برخیستن کسی که شیطان به سبب آسیب رسانیدن او را دیوانه ساخته است. این به سبب آن است که سودخوران گفتند جز این نیست که سوداگری مانند سود است و خدا سوداگری را حلال کرده است و سود را حرام ساخته است. اگر کسی که از وی از جانب پروردگارش پند آمده باشد و او از این کار باز ماند، پس آنچه گذشت، یعنی قبل از آیت تحریم، از آن اوست و حواله کار او به خدا است. و کسانی که به سودخوری باز کردند، پس آنها باشندگان دوزخند، خود در آنجا جاویدانند. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خدا برکت سود را نابود می سازد و ثواب خیرات را افزون می سازد و خدا هر ناسپاس گناهکار را دوست ندارد. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را دادند، مزدشان در نزد پروردگارشان است و بر آنها ترس نیست و آنها اندوهگین نمی شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و اگر از اهل ایمان هستید، آنچه را که از سود مانده است ترک کنید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر ترک نکردید، پس با جنگ از طرف خدا و رسول او خبردار باشید و اگر توبه کنید، پس اصل مالهایتان از آن شما است. شما ستم نمی کنید و بر شما ستم کرده نمی شود. و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. و اگر قرضدار مفلس باشد، پس تا توانگری مهلت باید داد و آن که خیرات کنید برای شما بهتر است اگر می‌دانید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از آن روز حذر کنید که در آن به سوی خدا بازگردانیده می شود و هر کس آنچه عمل کرده است تمام داده شود و آنها
ستم کرده نشوند. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر با یکدیگر و وام دادن تا وقتی مقرر معامله کنید، پس آن را بنویسید و باید که نویسنده با انصاف میان شما بنویسد و نویسنده خودداری نکند از آن که نویسد، چنان که او را خدا آموخته است. پس باید که وی بنویسد و آن کس که وام بر ذمه وی است باید که املا کند و از خدا پروردگار خود بترسد و از آن وام چیزی را نقصان نکند. و اگر کسی که وام بر ذمه وی است بیخرد یا ناتوان باشد یا املا کرده نتواند، پس باید که کارگزار او با انصافانه املا کند و از مردان خویش یعنی از مسلمانان 2 شاهد را به گواهی گیرد و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن از آن گواهان که شما رضامند باشید کفایت است، تا اگر 1 زن فراموش کند یکی دیگری را یاد دهد و آنگاه که گواهان طلبیده شوند باید که خودداری نکنند و از آن مانده مشوید که حق را نویسید، کم باشد یا بسیار، تا مدت آن. این نوشتن نزد خدا با انصافتر و برای گواهی درستتر و از آن که در شک نشوید قریبتر است، مگر وقتی که آن معامله سوداگری دست به دست باشد که آن را میان خود دست گردان مکنید. پس بر شما گناه در آن نیست که آن را ننویسید و هرگاه که خرید و فروش کنید گواه گیرید و نویسنده و گواه باید که رنج داده نشوند و اگر چنین بکنید پس همانا این برای شما گناه است و از خدا بترسید و خدا شما را می آموزد و خدا به هر چیز دانا است. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. اگر در سفر باشد و نویسنده نیابد، پس باید چیزی به گرو گرفته شود. و اگر گروهی از شما گروه را امین داند، پس آن کس که امین دانسته شد باید که امانت خود را ادا کند و از خدا پروردگار خود بترسد و گواهی را پنهان نکند. و هر کی آن را پنهان کند، پس به درستی که دل او گناهکار است و خدا به آنچه میکند دانا است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن خدا است. و اگر آنچه را که در دل شما است آشکار کنید یا آن را پنهان دارید، خدا البته حساب آن را از شما بگیرد. پس کسی را که خواهد بیامرزد و کسی را که خواهد عذاب کند و خدا بر همه چیز توانا است. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیغمبر به آنچه از پروردگارش به سوی او فرود آورده شد باور داشت و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و پیغمبران او ایمان آوردند. گفتند میان هیچ کسی از پیغمبران او فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و فرمانبرداری کردیم. ای پروردگار ما، آمرزش تو را میخواهیم و بازگشت به سوی تو است. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدا بر هیچ کس جز به اندازه تواناییش واجب نمی کند. آنچه عمل کرد از آن او است و آنچه گناه کرد بر وی است. ای پروردگار ما، اگر فراموش کنیم یا خطا کنیم ما را به عقوبت مگیر. ای پروردگار ما، بر ما باری گران منه چنان که آن را بر کسان نهادی که پیش از ما بودند. ای پروردگار ما، و بر ما آنچه را منه که ما را بر آن توان نیست و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما ببخشای. تو خداوند ما، پس ما را به گروه کافران پیروزی ده.